سلام. این پازل 1000 تیکه برند میدیر با تصویرسازی شهر خرگوشیه. شهر خرگوشی یا ربیتوپیا از ترکیب دو کلمه ربیت به معنی خرگوش و یوتوپیا به معنی آرمان شهر به وجود اومده. تصویرساز این کار ماریون آربونا. این تصویرساز بعد از گرفتن مدرک انیمیشنش از یکی از دانشگاه فرانسه در بخش تصویرسازی کتاب کودکان شروع به کار کرد. چند تا جایزه هم برای کاراش برده. این پازل هم اون طراحی کرده و امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خرگوش حیوانی جونده و گیاهخواره که به راسته خرگوشیان تعلق داره. بیش از 30 گونه مختلف خرگوش در جهان وجود داره و تقریبا در همه قاره‌ها به جز جنوبگان دیده میشه. از گذشته دور خرگوش‌ها هم به عنوان منبع غذایی برای انسان استفاده می‌شدن، هم به دلیل ظاهر بامزه و رفتار اجتماعیشون به عنوان حیوان خونگی یا همون پت محبوبیت پیدا کردن. در طبیعت خرگوش‌ها به خاطر تکثیر سریع مشهورن. همین ویژگی باعث شد در فرهنگ‌های مختلف نماد باروری، زندگی و رشد دوباره باشند. در افسانه‌ها و داستان‌ها خرگوش‌ها معمولاً به عنوان موجودی زیرک و سریع تصویر میشن که با هوش و تدبیر از خطر فرار میکنن. حالا بریم چند تا داستان خرگوشی بشنویم. داستان اولمون از کلیله و دمنه است. یکی از قصه‌های معروف این کتاب داستان خرگوش و شیر. شیر جنگل داشت واسه خودش حیونا رو میخورد و همه تو ترس و وحشت بودن که حیونا میگن که آقا نمیشه اینجوری زندگی کرد، بیان یه کاری کنیم که در آرامش باشیم. یعنی به جای اینکه شیر وحشی باز داره بهش بگیم آقا شما آروم بشین سر جات، ما هر روز یکی از خودمون داوطلب میشه که شما غذا داشته باشی بخورید. شیرم میگه اوکی، پیشنهاد باحالیه، من نشستم اینجا. هر روزم هر کدوم از حیوانات میرفتن خودشونو مینداختن جلو شیر و خوراک لذیذ میشدن تا نوبت خرگوش. خرگوش دید آقا چیکار کنم، یه 2 تا 4 تا کرد، گفت من نمیخوام بمیرم، میخوام هنوز زندگی کنم. و فکرم شیر رو معطل کرد و دیر رسید به شیر. شیر گفتش که باش من گشنمه، کدوم گوری بودی؟ خرگوش هم بهش میگه که آقا من خواستم به موقع بیام، اصلا تمام سعیمو کردم که به موقع برسم و شما خوراک خوشمزت رو بخوری، ولی وسط راه شیری ما رو خف کرد، گفتش که نه من میخوام بخورم. من گفتم نه الا للا تو با من بخوری، من با یه شیر دیگه قرار دارم. این شد که شیر کنجکاو شد، گفتش که شیر جدید، شیر کیه تو جنگل؟ خرگوش گفتش که بیا بریم نشونت بدم. شیر رو کشون که سر یه چاهی، گفت تو چاه نگاه کن داداش، نگاه کن شما. شیرم تو چاه نگاه کرد و یه شیر دیگه دید که انعکاس خودش بود توی آبی که ته چاه بود. پرید توی چاه، داد تو چاه و مرد و از اون به بعد جنگل در آرامش بود و لازم نبود حیونا خودشونو قربانی کنن. پیام داستانم اینه که عقل و تدبیر حتی از زور بازو هم قوی تره. داستان دوممون از افسانه‌های بوداییه، داستانی که سمت افسانه‌های چینیه به نام خرگوش در ماه. بودا روزی خودش رو به شکل پیرمرد فقیر در آورد و از حیوونا خواست که غذایی بهش بدن. هر کدوم هم یه چیزی آوردن به این پیرمرد فقیر بدن به جز خرگوش. خرگوش دید که آقا من چیزی ندارم به این پیرمرد بدم، چیکار کنم چیکار نکنم؟ یه آتیش روشن کرد و خودش رو انداخت توش. گفت چه غذای خوشمزه تر از کباب خرگوش. پیرمرد که اینو دید پشماش ریخت، گفت چیکار میکنی؟ خرگوش آتیش آورد بیرون و خاموشش کرد. به پاس این فداکاری که براش کرده بود که اون پیرمرد یه پیرمرد نبود و بودایی بود که درون اون پیرمرد بود، تصویر خرگوش رو توی ماه انداخت و اونو جاودانه کرد. پیام داستان اینه که عیسی رو بخشندگی ماندگار میشه. داستان سوممون داستان برادران گیری، یه داستان اروپایی میشه. داستان خرگوش و جوجه تیغی. قصه درباره یه خرگوش مغروره که به جوجه تیغی میگه من خیلی سریع‌ترم، حالا باید بدویی به من برسی. کل کل میکنن تا اینکه میگن که اوکی بیا مسابقه بدیم.
جوجه تیغی هم خب میدونسته که سرعتش که به خرگوش نمیرسه، ولی میره به زنش و رفیق مفیقاش میگه که بیان جمع شین و گله به گله توی خط مسابقه وایسین، من کار دارم. مسابقه رو شروع میکنن. سوت اول مسابقه میخوره، جوجه تیغی و خرگوش میدوئن. خرگوش میدوه و هر جا که میخواسته وایسه استراحت کنه، چون میدونسته که جوجه تیغی بهش نمیرسه، یه جوجه تیغی از علفان پریده بیرون میفته ای من اینجا. همیشه انگار جوجه تیغی یه قدم ازش جلوتر بود. خرگوش اینقدر میدوه که ثابت کنه که اونه که برنده است و اونه که سریع‌تره، از خستگی میمیره. همین قصه اینه که مغرور بودن نتیجه‌ای نداره، همیشه هم زور بازو از عقل برنده تر نیستش. داستان جدیدترش که خرگوش و لاک پشته، خب اینقدر خشن تموم نمیشه. خرگوش و لاک پشت با هم دیگه مسابقه میدن. خرگوش خب میگه سریع هم حالا او تا اون به من برسه و تو جای مسابقه وای میسته، لش میکنه، استراحت میکنه، آب میوه میخوره اینا. یه اون وسط یادش میرسه مسابقه گذاشته با لاک پشت. لاک پشت هم چون آهسته و پیوسته داشته راهش رو پیش میرفته، یعنی با اینکه کند بوده ولی راهش رو ادامه میده و به خط پایان میرسه. اونم پیامش اینه که تو مغرور بشی گاهی از خودت بی خود میشی، استقامت داشته باشی خیلی وقتا برنده میشی. حالا اینکه اومدم چند تا داستان از شرق و غرب گفتم، دلیلش اینه که دوست داشتم نمادهای شرق و غرب رو با هم دیگه بشناسیم. به خاطر پراکندگی جغرافیایی که خرگوش داره و قدمتی که در کنار انسان‌ها زندگی کرده، خرگوش یواش یواش تبدیل به یک نماد شده و این نماد هم توی شرق هست، هم به پراکندگی در غرب هست. وقتی که به سمت شرق میایم، توی هند، چین، ایران، خرگوش نماد خرد، چاره‌جویی و حتی نماد ایثاره. ولی وقتی که میایم به سمت غرب، تو قصه های اروپایی و حتی افسانه های عامیانه آفریقایی و آمریکایی، خرگوش بیشتر موجودی زیرک، حقه‌باز و بامزه است. معروف‌ترین نمونه ها برر رابیت که یه خرگوشیه تو قصه های سیاه‌پوستان آمریکا که ریشه در افسانه های آفریقایی داره. این خرگوش همیشه حیوانات قوی‌تر رو با حقه شکست میده. باکس بانی هم تو کارتونا نماد شوخ طبعی، زرنگی و فرار از دردسره. توی آلیس در سرزمین عجایب هم میبینیم خرگوش سفید موجودی مرموز و راهنمای ورود به دنیای عجیب ماجراهاست. پس فرقی نمیکنه شرق یا غرب، خرگوش همیشه یادمون میاره که گاهی هوش و خلاقیت از هر قدرتی ارزشمندتره. خیلی خوشحالم که با هم همراه بودیم و این پازل خوشگل رو کنار هم دیگه تموم کردیم.